اطفال نازنین و دوست داشتنی، السلام علیکم. امیدوار هستم همه‌تان جور و صحتمند باشین. آمده باشین که درس جدید خود را گوش کنین. درس نو خود را با چی شروع میکنیم؟ حالا شما یاد گرفتین، حالا شما بگوین. بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس. درس جدید ما امروز وصل کردن حرف ت با ر است. ت و ر، تر. تر تلفظ میشه و به این شکل نوشته میشه. ت و ر، تر. مثل تر در کلمه تره. تره را شما میشناسین، یکی بادرنگ است، یکی تره است. بعضی کسا برش کج خیالا میگن، اما در افغانستان برش تره میگن. ت و ر، تر. تر در کلمه تره. یک گردک امرایش آمده، در پیش رویش چی شده؟ تره شده. ت و ر، کلمه ت و ر در کلمه تره. تر خودش یک کلمه است، وقتی که با یک گردک آمده تره شده. ت و ر، تر. تر در کلمه تره. حالا میبینیم که اگر س و ر با هم یک جای بیاید چطور نوشته میشه، چطور تلفظ میشه. س و ر، سر. مثل سر در کلمه سریا. در اینجا سه سو تلفظ میشه. ما براتون گفته بودم که هر حرف سه صدا داره. سه سو. در اینجا سو تلفظ میشه. س و ر، سر در کلمه سریا. س و ر در کلمه سریا، یا در نام سریا. دختر مقبول میبینین نامش سریا است. س و ر در اسم سریا یا در کلمه سریا. س و ر در کلمه سریا. امرایش یک یا و الف آمده چی شده؟ سریا شده. و حالا میبینیم که کلمه بعدی چی است که باره آمده و چطور تلفظ میشه و نوشته میشه. جیم و ر، جر یا جر یا جر. سه صدا داره. جیم و ر به این شکل نوشته میشه و جر تلفظ میشه. جیم و ر خودش یک کلمه است، جر. این شکل ببینین، این جر است. یک جوی بسیار کلان و عمیق به نام چی یاد میکنن؟ به نام جر یاد میکنن. جیم و ر، جر. جر خودش یک کلمه است و معنایش براتون گفتم که جر اینی شکل میگن، یک جوی بسیار عمیق و کلان. جیم و ر، جر. جیم و ر، جر. و به این شکل نوشته میشه. ما براتون نوشته کردیم و پرداس سیاه دادیم که خوب ببینن و یاد بگیرین. حال نوبت کارخانگیتان رسید. شما یک صفحه از کلمه ت و ر، یک صفحه از س و ر و یک صفحه از جیم و ر در کتابچه هایتان نوشته کنید و پدر جان و مادر جانتان نشان بدین که کدام اشتباه نکرده باشین. دیگه وقتتان پوره شد. اگر چینلتان را سابسکرایب نکردین، سابسکرایب کنین، لایک کنین تا همه درس ها را دیده بتانین. خدا حافظتان.